تا بسد ناز و ادا موی خودشان نکدی مرا دیوانه کدی تا بسد ناز و ادا موی خودشان کدی مرا دیوانه کدی ای سلسله بلگی درختان گلکیم آزرده شده جوری تو جانان دلکیم پرواز کنم روم به ملکی دیگری پیوسته شده به یک مسلمان دلکیم گپ دراز نکو این همه ناز نکو وا 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 اشواها ساز نکو گپ دراز نکو وا 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 آمدم پشتی در چراغ کش می سوزه دن 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 آمدم پشتی در چراغ کش می سوزه عرقچین می دوزه آنقدر در زدم در برویم وا نکدی مرا دیوانه کدی آنقدر در زدم در برویم وا نکدی مرا دیوانه کدی تا بسد ناز و ادا موی خودشان کدی مرا دیوان چی بگو لالا؟ بله لالا بگو لالا اما که بیان نلات بیله یلده آنه گیله جو گفتم بگی نانه مریضه دو تا پنسیه دو تا مرغا وطنی خوب بیار خاطر اینا مریضه یخنی بری تیار میکنه خوبه؟ یخنی ها هم تو زودی بیا برو دیگه این قمار به تا باخچی یخنی ها کی ببره؟ این قمار به تا باخچی یخنی ها کی ببره؟ برو مرغ بیار و تو چرا نمیری بود؟ من خاطر سرم وا نمیشه هماره بگم من میرفتم تو نمیفهمی؟ نه من میفهمم هماره ما با تو بگم من سر وقت شیطونی نکنی چرا؟ خاطر که اگه ما برم برات مرغ برم حتما به خود سنجبیت میخرم آنه دیگه من 20 حتما سنجبیت میخرم اینجا برو سو کشم خب برو خیر برو بگیرید دو تا فرمون ببرک من بده جاکو ببر نگاه مرغا وطنی بینه که دیگه رقم مرغ بیاری بریم وطنی که دو کشور و کجا وطنی از کشور خود مانه وطنی مرغا خوبیه برو زد شد ببرک نه ببرست باخچه برو خب پس بیا بابا برک دیگه برو ما بارکو ببر من چله شهیدم گردن به من باشه بیا از یه میل زهر رو سوخته دلم برو چیزی با گله؟ گله؟ رای کردن که مرغ بیاره خاطر نانه میره دو تا مرغ گفتم بیار که یخنی کنه سکو اینجا که 4 فرغون بریختی با 2 فرغون هم تازه باغچه دیگه برزد خوبه؟ جای کمانو پیش ما بیا اینجا برزد 4 فرغون زودتر دیگه با خوبه نه آخه با تو گفتم مرغ خونگی بیار که مریض دارن چه چیزا زمشت آوردی خب گپ این مرغ چی فرق میکنه دیگه گفتن که برای من مریض داری مریض اوزو مرغا خونگی بیار بلد نیست مرغا خونگی بلدم اونا گران اینا میاردی تا چیزا لمشتیه 960 روپیه شده خب میرم اینا پا گرال میشورم خب برو بشورک نه میشورم تو چی کردی؟ همون که بشوری همون این خونگیه یا ماشینی خب چه فرق میکنه گوشت از اینا برو هر رقم میکنی برو بکن باشه تو اول امتحان کنم سعی کنم که فعالی انال شما رو مثل بچه نقلی بریم میشیرم که با برارم و
نه نه یک ضربه من نق نق نگذارم. سرک اول او بیارم شلنگه بزنم به او. بازی کنی لگه چو پرالال بیتو میشونو که مثل برف بریسم پیچی. حالا دیگه تکون نخوری. برو کاکاو بر برو کتول برق میگیره برو. چه کار میکنی گیلا؟ چه کار میکنی؟ هیچی. اینجا چه کار میکنی؟ هیچی. میرخ بشوری؟ ایکو کارتونیه ایکو کار نانه. چه کار میکنی بالا سر از ایستادی؟ نه رخ نمیشورم. چیز می سنگینه که تا از این انداختی لوک که دا بالا که باید بسوزونی که پری روزی تیار کردم. نه نه. اینا چه ایتا چیز را تیار کردی؟ نه. اینا همه قدر مقدار کرد. اینا کی با تو گفت بیار دونیکو به تازی؟ این مرغا کی گفت به تازی تو دونیکو؟ عباس بیا مگو تکچری مرغا لمشتم اینا بیاردم من تازی که بشیران هانه پوره شده. میگو تو به می عمر خو کدو عقل که مرغدار با تو یاد داد که تو برو مرغ بشور؟ باز مرغ رم تو بدیدی کسی بشوره؟ کی با تو گفت این کارو بکو؟ باز مرغ به تن بشین لباشوی؟ بیاق مرغ میکشم بعد از اون میشورم پاک میکنم. تو مرغ زندر بیاوردی به تن بشین لباشوی انداختی؟ عباس که اینا لمشت بگیر بشوره. این لافتا مادر مکنه بود که تو انداختی به تازی. اینا حروم شده دگاله. من اولین دفعه کی کار میبینم. من تالی تا کار ندیده بودم که مرغ به تن بشین لباشوی به نظام رو زنده بشورم. تفلک یک ساعت پیش چیز میگم تو برو بمر. تو کی عقل کمال یاد میگیری؟ آخه تو سید کو زنده تو دست خودی رو کو سید کو یک دفعه. بدیدی که به چی حالت رسونده ای؟ تو چی به درد میخوری؟ مهمیر به تو بگم تو چی به درد میخوری؟ تو چه کار کنو؟ بردنم من باشه لنگم ای کار نکه عباس کن بشو
عباس به تو گفت برو جو بشور نگفت به تماشین لباشویی بشور ملالا به تو میگو من دیدم ننه میندازه لباسا به تعجب پاک مثل نقره بری بیرون میشه. من گفتم مرغ خراب اینا لمشته بشه. این ماشین برای لباسشویی نه برای مرغشویی. تو چی بگرد تا از این کلمتر دیگه من چی شی تو؟ چطوری؟ خب ما اگه عقل بکشیدی چیره بلار شما بدیم. میرفتم بلار دیگه کس میشد. برو تا هیچی به درد نخوری. برو دیگه برو. وای میگم بزی زنم بده به کدو عقل کمال ازی نه چی نه؟ این مرغار تو بزی گفتی منو با تماشین لباشویی. یا مرغایی که گیله کرد. پس اینا رو کی آورد؟ ما آوردم. ایلا گردن اول باشه گفته باشه لالا بگم که مرغار بشوره. و عباس به ما گفته بشوره. اگه اینا رو بیاوردم تماشین لباشویی سکو چی دیار کرده. شکار لالا چی جره واسه داره مثل اینجا خیریته؟ مرغار بیار لماش بود. گفتم چایتش زار گفتم خونگی بیار. گفتن میرم میشورم. من گفتم شاید خود دستاخ بشه. نه گفتم که تماشین لباشویی میندازه. این مرغا لالا به تعظیم ماشین لباسشویی شکار میکنه. اینا رو برات گیلک بیاورده. یادم گفته اینا نشو برو بشوری برات تماشین لباشویی ناخته. لالا من نگفتم نشوه. تو خوب گوش کن. گفتم لماش گفتم برای میگفتی کیسه هم بکن لیف هم بکن اونا. ایران برای یاد میدادی. من چی میفهمم کی گفتم برای او. میگم لالا تو کوشیاری همو گیلک عقل کار نمیکنه. او کو عقلی و به مو بی عقلی کلون شده تا باله. تو کو میفهم یک ذره ای ایونا رو که شما لوکه گناه داره آخه. ما دیگه دست شما برارا با کجا برام؟ ولی یاد خدا به من نشوندی ما با کجا برام؟ برام برو خو برو. شما چه کار میکنیم آخه؟ من نگفتم که بویت بوشم تماشین لباشویی بندا. هیچی به خدا از شما خیریت نیاز تو نیم از او. تو رای کردی مرا از او رای کردی با پیش از این. همو گیلک به 6 ماه یک دفعه سر خود خور نمیشوره. بابا من مرغ اینجا بنده خونده با تعزی. وای میگم لالا